ترنس F2M داریم و M2F. F یعنی از دختر به پسر، M2F یعنی از پسر به دختر. F همون دختر. آره یعنی من جسمم دختره ولی ذهنم 100% پسره. بعد اینکه میخوام چنج کنم، از 7 سالگی فهمیدم که ترنسم و یعنی از 7 سالگی نفهمیدم و 12-13 سالم بود فهمیدم، ولی از 7 سالگی خب رفتارهای پسرانم شروع شد. آره یکی کنارته؟ آره آبجیمه. سلام. صحبت کنم. اوکی. خب اگه مشکل نداره بیا تو تصویر. نه اشکال نداره. خب بعد پس خانواده‌ت هم در جریان این قضیه هستن؟ من خانواده‌ام هیچ مشکلی با این موضوع ندارن، چون خب از 7 سالگی رفتارهای منو میدیدن، ولی خب اولش مشکل داشتن و اینا، ولی خب الان اوکی ان دیگه. الان تو دوست دختر داری یعنی؟ الان ندارم. خیلی داشتم. داشته یه 2 هفته. آره الان 2 هفته از کات کردم. سینگلی ها؟ آره الان سینگل به سر میبرم. الان یه جسم دختری که یه جسم دخترانه دارم ولی خب ذهنم 100% پسره. بعضی ترنس ها هستن که میخوان عمل کنن چنج کنن، بعضیشون هم نه نمیخوان چنج کنن. خب بعد چیز چجوریه؟ یعنی روابط احساسی و عاطفی و من کاملا تو رابطه‌ام شبیه پسر استریتم. یعنی چی؟ اوکی خب یعنی آخه من درک نمی‌کنم این موضوع رو. یعنی چی رو درک نمی‌کنی؟ من الان یکم استرس دارم، بعد آروم باشم. آروم باش. بذار من کامنت‌ها رو ببندم که آروم باشی. فکر کنید تو پیوی داری با خودم صحبت می‌کنی. آره خب شما سوال بپرسید من جوابتون رو بدم. من میخوام ببینم الان شما میگی که کاملا یه دختری که همه چیز جسمت کامل دختره، یعنی مثلا سینه داری و نمیدونم همه یه جسم دخترانه دیگه کامل، ولی با ذهن پسرونه. 0 تا 100 دختر. این چیزی هم نیستش که حالا خیلی دارن نگاه میکنن اینو من بگم، چیزی هم نیستش که تو بخوای انتخابش کنی. یعنی خیلی از پسرها هستن که میگن دوست داریم ما دختر باشیم پسر باشیم فلان، اینطوری نیستش. این انقدر بعد از روانشناسی و پزشکانی اینا تو هر کشوری رد بشی تا به این موضوع برسی که تو واقعا یه ترنسی. اینطوری نیستش حالا هر کی بگه که من دوست دارم پسر باشم دوست دارم دختر باشم، اصلا همچین چیزی وجود نداره. خیلی مراحل سختی حتی تو ایران و خارج از کشور داره. تو خیلی بعد 2 سال روانشناسی بشی، روانکاوی بشی، بعد و تو مجوز بدن. حالا تو ایران این شکلی بود ولی خب الان اومدم ترکیه دیگه، ولی میرم. صدامونم بعد مجوز چی میدن؟ مجوز مغازه میدن؟ نه مثلا خب مجوز عمل بهت میدن. بعد عمل کنی که بتونی مجوز رو بگیری. عمل ممل میکنه. آره دیگه. خب الان خب تا اینجا چه که من میدونستم. خب ولی همیشه پسرایی بودن که دختر میشدن. آره. الان دختری که پسر میشه رو من واقعا چیزم سخت فهمیدن. خب اولین مرحله که مثلا این کار رو انجام میدن تو هورمون تراپی میکنی و حالا ریش در میاری و صدات کلفت میشه، کاملا یه مرد کامل میشی دیگه. از نظر ظاهری صدات کلفت میشه، ریش در میاری. بعد اینکه تخلیه سینه رو انجام میدی، بعد تخلیه رحم رو انجام میدی، بعد مرحله سوم و مرحله آخر حالا اون آلت تناسل کار میذاری؟ آره دیگه. خب بعد کار میکنه؟ میخوای اون لایو از اون صداشو ببند تو گوشه؟ آره بس. بعد کار میکنه قشنگ اون آلت موسیقیه که پایین میذاری؟ ببین بستگی به اون بدنت داره و اینکه 2 تا عمل ما داریم. نشون بده یه نمونهش پا چقدر مو داره. بذار من یه چیزی اجازه هست نشون بدم. خیلی مو نداره که حالا کردم. نه اشکال نداره، بذار کامنتا باز باشه. نه هورمون تراپی کردم نه چیزی، ولی خب پاهم خیلی مو داره، شبیه مرد شدم بیشتر. ببینیم پای مرد باید ببینم پای من بیشتر
نه پای من یکم لوریتر. نه دیگه شما خیلی مردی. تو خیلی مردی. تاج سری. الان میتونم افتخار کنم. بعد یعنی چی؟ تازه من هورمون بزنم فکر کن از این مردم شم که مثل گوریل تا اینجا پش کنم. من یک کمی الان هنگم وایسا یه لحظه الان شما دختری واقعا؟ من جسمم دختر ولی خب ذهنم 100% پسر. آخه نه صدات به دختر میخوره نه موهات نه پاهات. نه صدام که دیگه حالا دیگه چیز نکنیم، صدام خیلی دخترانه است ولی خب فیسم نه. تازه خب الان یک ماه تو قرنطینه من صدات دخترانه قبول داری؟ یا هست؟ خب خدا رو شکر اگه شما اینجوری میگید دیگه نگید من تو لایو نبینی دخترانه. اوکی بچه پشت صحنه میگن تصویر رو نبینی دخترانه است. ولی خودت تیپ حالت پسرانه زدی، ابروات و موهات و کلا همین تیپم پسرانه است. باید پسرانه باشه چون مغز من پسره. من یه مثال واسهتون بزنم. وقتی شما وارد مثلا یه مهمونی حالا یه جمع میخواید بشید، وقتی در بسته است قطعا اول در میزنید. ذهنتون بهتون میگه که اول باید در بزنید، اجازه بگیرید بعد وارد حالا مثلا حالا هر چیزی. بعد مغز منه که مثلا فرمان میده. مغز من پسر ولی خب جسمم دختره که اونم با چنج کردن درست میشه. الان در زدی واردم شدی تا حالا یا نه؟ آره دیگه. فکر کن نزده باشه. فکر کنم کار تا دستت آسیب. ایران بود اینجاش زنگ زدم یه سری ویدیو کال کردم اینجاش ماشاءالله انقدر کبود بودم چیکار کردی؟ یارو شیکونده این دیگه یه باشه. ای وای. نفر دیگه هم اونجا. بعد ما یه دخترایی داریم، خب یه سری دخترها هستن فقط به ما ترنس گرایش دارن، خب بهشون میگن ترنس رومانتیک. ولی خب من مثلا تایپ خودم مثلا دختریه که حالا استریت باشه. استریت میدونی یعنی چی؟ یعنی فقط چیز نه استریت یعنی کسی که یعنی شما فقط به دختر حس داری به پسر حس نداری. و دختری که فقط کاملا به پسر حس داره. من تایپم مثلا دختر حالا یا بایسکشوال یا استریت. یعنی تو فقط به دختر یا مثلا به لزبیان و اینا گرایش ندارم. ولی خب دوستشون دارم. اوکی. بعد من میخوام ببینم الان تا الان با دوست دخترات چیکار میکردی از اون موقع تا الان؟ مثلا ببین وقتی یه دختری رابطه میشه برطرف میشه برای شما، یعنی جان اون نیاز جنسیه چجوری برطرف میشه؟ خب ببین کسی که با من میاد میدونه شرایط بدنی من چه شکلیه. من حتی تو رابطه من لباسمو در نمیارم چون از جسمم راضی نیستم، هنوز چنج نکردم دیگه. نهایتا خیلی دوستش داشته باشم با یه شلوارک کوتاه و یه حالا از این رکابیای بلند. مثلا تو رابطه‌ام مثلا حالا لخ نمیشم چون از جسمم راضی نیستم. یعنی اصلا حتی حمام میرم چشامو میبندم، خودمو نگاه نمیکنم. میگم خیلی چیز سخت و چیزی ها. خیلی ولی من اگه دوست داشتم دوباره مثلا متولد باشم همین باشم. خودمو خیلی دوست دارم. 2 سالته. خب بعد تو ترکیه الان مشغولید کاری چیزی هم میکنید؟ نه فعلا که بیکارم دیگه. کار نیستش دیگه. الان کرونا هم اومده که فعلا درگیر. آدم باهوشی هستی؟ به نظر آبان ماهی هم دیگه. آبان ماهی باهوشن. خب دنبال کار میگردی؟ 100%. هیچیو پرسش. خب شماره تماس تو توی چیز واسه من بذار. لایو میگه تمام شد. من بکنم خیلی از دوستامون یه سری شرکت هایی دارن توی استانبول، دوستای ایرانی مثل ترکیه یا شرکت خودمون بعدا میتونیم کار کنیم. بعد دوستامون هم با آقای دکتر همشون رفیقن. حالا نیازی نیست اینجا صحبت از چیزی داره. هر کسی چیز خودش داره. مثل من کسی کاری ندارم که چیکار میکنم. بعد این اگر دنبال کار میگردی من میتونم بهتون کار معرفی کنم. تمام شد. ممنونم، مرسی، لطف میکنید. سوال چیزی دیگه داریم بگی من جواب بدم.
الان من یه چیزی رو درک نکردم که اینکه شما میگید دوست دختر دارم ولی دوست دخترت که الان که دوست دختر ندارم. ببین اینو داشتم تعریف کردم، مثلا دختری که حالا با من وارد رابطه میشه مثلا خب میدونه من از لحاظ جسمی چه شکلی هستم. خب میگم یه سری دختر هستن کامل فقط به ما میشن که با ترنسا، یعنی اوکی یعنی. با جسم من خب طرف قطعا کنار میاد و من از قبل بهش خودم حالا اگه استریت باشه خب از قبل خودم واسه ایشون توضیح میدم و خب اینجوری حالا منو قبول میکنه یا قبول نمیکنه دیگه. بعد رابطمونم خب چیز دیگه، یعنی رابطه حالا اون چیزه با من اوکیه دیگه، یعنی کنار میاد با من. ولی من اصلا شبیه لزبیانا نیستم توی رابطه، یعنی دو طرفه نیستم، من کاملا فاعل. فهمیدم. ولی برای تو اتفاق خاصی نمیفته از لحاظ جسمی؟ ببین خب اول باید آدم آرامش داشته باشه، روحش ارضاشه، بعد جسمش. چرا؟ اوکی هم خب ما یه چیزای خاص خودمون رو داریم توی رابطه. سیستماتیک خاص خودتون. آره. خب پس در واقع الان در حال حاضر مشکل خاصی نداری؟ نه اوکی هم، نه از چیزی که هستم راضی هم تا اینکه 3 سال دیگه انشالله اوکی بشم بعد چنج کنم. من تو ایران که بودم خیلی اذیت می شدم، ولی خب الان میرم ایران و برمیگردم اینا نمیتونستم برم سر کار. یعنی هر جا چند بارم رفتم مثلا چند جا که بخوام برم سر کار قبولم نمیکردن، چون من دوستم داشتم شال سرم کنم. خب من پاسپورتم دخترونه است، مدارکم همه دخترونه است، نمیتونستم اینجا برم سر کار. به هر کی میگفتم میگفت واسه همون داستان میشه فلان اینطورا، نمیتونی بری سر کار. خیلی اذیت میشدم دیگه، مجبور شدم بیام ترکیه، چون اینجا خب بالاخره آرامشه بالاخره هستش. درسته. حالا انشالله اونجا توی در واقع کشور خودمونم بالاخره یه سری هستن حامی این چیزان. آره ولی خب من نه مجوز داشتم نه مجوز میخواد. نه مجوز نداشتم. خب اگه مجوز داشتم همون ایران میمونن، چون من نمیخوام ایران چنج کنم. چند تا دوستام عمل کردن راضی نیستن. کوچیک گذاشتم براشون. راضی نبوده، اون چیزی که میخواسته نبوده. کارو در نیاره. بویوک استیار دیارو بزرگ میخواستی. آره لوری میخواسته. باشه مرسی از اینکه اومدید بالا. مرسی ممنون از دعوتتون. متشکرم. رابطه خواهر برادری خوبی دارید، هوای همدیگه رو داشته باشید. سپاسگزارم. مرسی ممنون. و انشالله که حالت دلتون خوب باشه دیگه. سپاسگزارم. شما هم همینطور مراقب خودتون باشین. خیلی خوشحال شدم. مرسی. شما هم زنده باشین. خدا نگهدار. خداحافظ.